سلام به همگی. من علی ویلسی هستم و امروز میخوایم بعد مدت ها دوباره کم حرف بزنیم با هم با تیشرت کوه راجع به سری مسائلی که این اخیرا توی کامیونیتی یوتیوب فارسی پیش اومده. اگرم نمیشناسینش، آقای مانیکس وید دچار یه سری اشتباهاتی شده و یه کارایی کرده که خب من نمیخوام ازش دفاع کنم یا اصلا نمیخوام راجع به حرف بزنم، چون چند ماهی هست که اصلا خود رفیقاشو آنستاپ کردم اصلا دیگه چند وقته به خاطر ریکاوری که برای صفحات خودم خواستم انجام بدم. حالا بماند که خودش اصلا ساب و فالو هیچ وقت نداشته، از هم اولا باش حال نمی‌کرد، ولی خب بالاخره من خب از ویو بگیرم یا کره بگیرم یا هرچی چیزی و میخوام راجع یه موضوع حرف بزنم که یه کامنتی که دیروز خودم توی یک ویدیوی رضا آینه گوش بودم باعث شد این ویدیو بگیرم. میخوام بعد یه مدتی بالاخره این حرف رو بزنم راجع به این که شوخی میکنیم با یه سری مسائل، جوک و شوخی که راجع به یه سری مسائل میکنیم و باعث میشه که مسائل این چنینی فراموش بشن یا اصلا از یادمون برن یا حتی باش کنار بیایم و یه بیخیالش بشیم واقعا. و بدون ادیت و هیچ چیزی و میخوام رو کراس حرفم بزنم، بخشی اگه استم که فکر سرمو خوردم، ولی راجعه سه مسئله هست که ما راحت داریم هی شوخی میکنیم. در واقع همه چی به قول نوید تهش فکر کنن جوک بگن، تهش هیچکی تخمشم، واقعا همینه. من مثلا اون ویدیو رضا دیدم یا حتی ویدیو دیگه دارم الان میبینم، هی دارن راجبه شل شدم و این چیزا دارن شوخی میکنن و یه جوری انگار دارن مسئله اصلی دور میشن تا جایی که حتی شاید یادشون بره یا اصلا بیخیال اون مسئله بشن، بس خیال کاری که مانی کرده میشم. و این مورد چیزی که من زیاد میبینم اینکه ما راحت خیلی راجع به مسائل جوک بگیم، شوخی بکنیم، تیکه بگیم یا این سری چیزایی بگیم که از مسئله اصلی دور میشه و باعث که اون صورت مسئله پاک بشه. مثلا الان یکایی ما راجع دور میدون آزادی حرف میزنیم، ولی آیا راجع به اون اتفاقی که واقعا براش اتفاق افتاده آیا صحبت میکنیم؟ آیا پیگیری میکنیم؟ تازه این چیزی نیست که الان بخواد باشه یا فقط تو ایران باشه، مسئله جهانیه. مثلا الان ما راجع گم شدن دکر نفتی میخندیم، جوک میگیم، ولی یادتون هست که اصلا خبر دارین که همین الان نفت ما رو میدوزدن؟ یا همین مسئله هی فقط شل شدم و این چیزا بگین و برای خنده لایک و ویو، آخرش هم یادتون میره که اصلا این قضیه چی بود، یا اینکه راحت خیلی باش کنار میخوایم بیایم. راجع به مسائل راحت قانع میشیم، راحت کنار بیایم، انقدر به کمترین سطح ممکن قانع بشین، دلتون رو خوش کنین. حتی نمیشه تا گفت دلخوشی، قانع شدین راحت که یه سه کوچیک غربی مثلا قهوه خوردن براتون یه خیلی شاخ و گنده بشه. اینا هم یه سه مثل همونه، فرق هم نمیکنه. مسئله جهانیش هم چیه نمیتونم اسمشو بگم، ولی اون نقاش اتریشی که یک جنگ خیلی بزرگ راه انداخت، این میشه که ما راحت راجع به کارایی که کرده شوخی میکنیم، اما آیا به این فکر میکنیم، به این میرسیم که اون طرف چی کارایی کرده، چه جنایاتایی کرده؟ این یه مسئله خیلی بزرگتر دیگه، جهانیشه دیگه. حالا بریم بگن دنبال چیزای دیگه، از همون دورانی که جوک میساختیم واسه کارایی که فلان کس کردش، فلان رئیس جمهور کردش، دکل نفتی غیب کرده، شوخی بکنی و از مسئله اصلی که دارن نفتون میدوزن دور بشین. تا از الان هم هر کسی دیگه ای که این موضوع داشته باشه راحت شوخی میگن، با نهایت شوخی میکنن و یکم میم بسازن، یکم حاشیه بشه برای بعدش همه میرن به کنار. همینطور هم شده دیگه. الان آقای نیچوکو راجع رادیکال شاپ چی داره بگه؟ اصلا نتیجه شکایت و پیگیریش چی شد؟ هی ما گفتیم، هی با شوخی میگفتیم فروشگاه خودشونه، پیج خودشونه، این چیزا اون چیزا. خب الان چی شد؟ این مثلا مثل همونه،
راحت راجع هر مسئله واقعا نمیشه شوخی کرد و یه چیزی از توش در بود. اون تازه یه چیزی که سطحیه، یه تیکه سطحی از توش در بیاری و اون صورت مسئله اصلی که بزرگتر رو فراموش کنی، بیخیالش بشین. تازه من حالا چند تا مثال دیگه الان گفتم، صدها مثال دیگه میتونم بگم ولی الان حالا یادم نیست، واقعا حضور ذهن ندارم. در کل اینه، راحت با این مسئله کنار نمیشه اومد. چیزی نیست که آدم ازش راحت بگذره و خیلی حرفا میشه راجعش زد، مثلا هم گرومینگ که آقا سینا راجعش حرف زدش. این ویدیو هم گرفتم فقط واسه این که بیاد قدیما یه صحبتی بکن راجع اینجور مسائل، که راجع دیدگاه های خودم و افکار خودم، چیزایی که خودم میدونم حرف بزنم. و میدونم که الان بعد این ویدیو دوباره کلی حرف بیشتر و بیشتر راجع این میخوام بزنم، ولی در کل اینه که نمیشه راحت از اینجور مسائل راحت گذشت. همجوری فقط یه شوخی یا یه جوک و تنظیمه نمیشه بهش بست و همین تمامشه بره. در کل دوستتون دارم، مرسی از که تا اینجا ویدیو بودین. امیدوارم در این باشه یه تلنگری، یه یادآوری، یه چیزی توی ذهنتون باشه که راجع هر چیزی واقعا شوخی نکنیم و جوک نگیم، خودمون راحت به کمترین چیز قانع نکنیم. و مرسی که این ویدیو دیدین. تا ویدیو بعدی رو به جلو توی اوج باشین. خداحافظ.